برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود بر شما تماشابینان گرامی. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. در برنامه امروزه یک اقدام خوبی حکومت جمهوری تاجیکستان و پارلمان کشور را بررسی میکنیم. این هم باشد اجازه قانونی به خدمت آلترناتیوی می باشد. دیروز 20 ینور مجلس نمایندگان مجلس ملی تاجیکستان طرح قانون درباره خدمت حربی و عهدهداری‌های حربی را تصویب کرد که عملاً قبول پیشنهاد وکیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2013 است. اما این دفعه پیشنهاد از جانب وزیر دفاع صورت گرفت و با یک آواز قبول شد. وزیر دفاع شیرعلی میرزا که طرح این قانون را در پارلمان معرفی میکرد، هدف از قبول آن را بهتر کردن صفت خدمت حربی نامید، اما شرح بیشتر ارائه نکرد. شیرعلی میرزا گفت در تاجیکستان سالانه تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب میشوند و از این به بعد آنهایی که از این بیرون میمانند میتوانند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماهه یعنی اوچپکه در حیات نیروهای ذخیروی صاحب بلیت حربی شوند. حجم این مبلغ و اینکه چرا آنهایی که به حیث نیروهای ذخیروی تمرین میگیرند باید پول پرداخت کنند را وزیر دفاع بیان نکرد و گفت که ترتیب پرداخت آن حالا معلوم نیست و حجم آن را حکومت معین میکند. همچنین بر اساس تغییرات وارد شده جوانانی که کافدرهای حربی را در دانشگاه ها ختم میکنند تنها بعد از 12 ماه خدمت حربی صاحب رتبه افسری احتیاطی میشوند. تا امروز ختم کننده های دانشگاه هایی که دارای کافدرهای حربی بودند با اشتراک در دوره های 40 روزه صاحب بلیت حربی میشدند و رتبه میگرفتند. من همینجا یک چیز رو نمیفهمم. کسانی که در کافدرهای حربی تحصیل نکردند و سن سالشان به خدمت حربی راست آمده است، پول پرداخت میکنند، تنها 40 روز در اوچپکه شرکت میکنند، تمام بلیت حربی را به دست میگیرند. اما آنهایی که در دانشگاه های عالی تحصیل میکنند و در همزمان در کافدرهای حربی تحصیل میکنند، آنها باید 1 سال خدمت کنند. همین رو من نفهمیدم. شاید این رو بیشتر مسئولین شرح میداده باشند. این طرح پیش بینی کرده است که من بعد تنها آنهایی که خدمت حربی را انجام داده‌اند نهادهای دادگاهی، دادستانی، کورپسیا، گمرک و خدمات اجرا به کار قبول کرده میشوند. وزیر دفاع به این نظر است که این قاعده نو میتواند صفی اختیاریان را افزایش دهد. اما هرچند این قانون نو به عملهای پیشینه تطبیق نمی شود، لیکن رستم جان ما حالا 1 روز در صف ارتش نبودن گنرال هستند. خیر، بسیار خوب است که حکومت به این خلاصه رسیده است که این گونه احمقی ها درست نیست که یک نفر در 1 روز اقلا 1 روز خدمت حربی نکند و به گنرالی رفته رسد. بسیار خوب کردن، اقلا 1 سال خدمت بکرد رستم جان، بسیار خوب میشد. شاید در خود رستم جان این تجربه دیده شده است که کسی که خدمت نکرده است اقلا 1 سال که تا به حد گنرالی رفته رسیده است، این کار درست نیست. شاید با رستم جان تجربه کرده باشند. برخی از تغییراتی که با پیشنهاد وزارت دفاع به قانون درباره خدمت حربی و عهدهداری‌های حربی وارد شده است، از پیشنهاد 8 سال قبل مخالفین تفاوت دارد. اما به نظر می رسد هدف اصلی از تصویب این قانون رسمی کردن گرفتن مبلغ برای بلیت حربی است. تا این زمان 10,000 جوان برای آزاد شدن از خدمت حربی رشوه پرداخت میکردند. رشوه. حالا دولت تصمیم گرفته است این رشوه ها رسمی شوند و به خزینه دولت وارد گردند. اولین بار مسئله خدمت آلترناتیوی
اگر یادتان باشد در برنامه پیش از انتخاباتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صدا داد. سال 2010 در معرکه انتخابات جاری کردن خدمت الترناتیوی این برنامه پیش از انتخاباتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. بعداً سال 2012 وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان پیشنهاد کردند که به همین قانون تغییرات وارد کرده شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند مبلغ معینی را به خزینه دولت پرداخت کنند و از همین پولها به آنهایی که اختیاری به خدمت میروند ماهانه پرداخت کرده شود. به خدمت میرفتگی ها از حساب آنهایی که به خدمت نمیروند ماهانه پرداخت کرده شود و بودجه وزارت دفاع خوبتر کرده شود، بیشتر کرده شود. این پیشنهاد آن زمان رد شد و دیگر به پارلمان بر نگشت. طبق معلوماتی که ما به دست آورده ایم، هرچند حکومت همیشه به پیشنهادهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واکنش دشمنانه میکرد و آنها را تنها به همین خاطر که حزب مخالف پیشنهاد کرده است رد مینمود، وزارت دفاع از مخالفین سرسخت این پیشنهاد بوده است. یعنی به همین خدمت الترناتیوی که امروز از جانب وزیر دفاع به پارلمان معرفی شد، لیکن آن زمان به همین قانون خدمت الترناتیوی مخالف سرسخت‌ترین همین وزارت دفاع بوده است. اگر گوییم که به خاطر آن که این پیشنهاد از جانب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد شد برای همین قبول نکرد، از جانب دیگر احزاب هم بدتر این پیشنهاد شده بود ولی حکومت این را هم قبول نکرده بود. برای مثال یک دو پیشنهاد به همین مانند که دیرتر از زبان وکیلان دیگر صدا داده بود، از جمله از طرف سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، با دخالت همین وزارت دفاع در بطنش این پیشنهاد خاموش کرده شد. مثلا با دعوت به خدمت حربی ما خدمت الترناتیوی را مثلا پیشنهاد میکنیم. 14,000 افسر میگیریم و 60,000 پسر داریم. باید شخصی را باید به خدمت بگیریم که بهترین. میدونید اون زمان سخنگوی وزارت دفاع فریدون محمدعلیف چی گفته بود؟ با خبرنگاری آزادگان که آن وقت آزادگان فعال بود، در مصاحبه فریدون محمدعلیف گفته بود که مسئله جاری نمودن خدمت الترناتیوی در شرایط امروزه جمهوری تاجیکستان بنابر سبب با پررگی یا اینکه تماما فعالیت نکردن کارخانه ها، مؤسسه ها و تشکیلات های دولتی و غیر دولتی ناممکن می باشد. چرا؟ چون که آنها نمی توانند سر وقت شهروندانی به خدمت الترناتیوی دعوت شونده را به کار تامین نمایند. سبب را شنیدید؟ بهانه را شنیدید؟ اکنون سوال به میان می آید که مگر امروز جوانان به کار تامین شده اند؟ پس چی وادار کرد که حکومت پیشنهاد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با دو دست ادب امروز قبول کند؟ چرا حکومت به این نتیجه رسید که باید این طرح راهاندازی شود و چرا تا این زمان مخالفت میکرد؟ کارشناسی که نخواست نامش ذکر شود به ما گفت مسئله بستگی میگیرد به اصول قبول قانونها و مشکل بودجه. سبب مخالفت حکومت به این طرح پیشتر از این آن بود که در این بازار $10 میلیون دور میزند. چگونه؟ حاضر میگویم. وزارت دفاع که در این بازار 10 گنرالش میلیونر و هزارها افسرش صاحب خانه و در میشوند، با تمام قدرت مقابل از بین رفتن ابلهه و رسمی شدن پرداخت برای آزادی از خدمت ارتش مبارزه میبرد. فهمیدید؟ برای چی وزارت دفاع تا امروز ضد پیاده شدن خدمت الترناتیوی بود؟ یعنی وزارت دفاع برای چی ضد بود که جوانان قابل خدمت حربی با پرداخت مبلغ رسما به بودجه کشور با پرداخت مبلغ از خدمت حربی آزاد شوند؟
کار کنند به دولت رسما به بودجه کشور پرداخت کنند و خدمت نروند. لیکن وزارت دفاع به این مقابلت نشان میداد. برای چی؟ برای اینکه از ابله پول کار کرده نمیتوانست، پاره گرفته نمیتوانست، دیگر پاره مردم را مجبور کرده ترسانده کیسه آنها را خراب کرده نمیتوانست. برای همین زید بود. اصول قبول قرارها در حکومت چنین است: وزارت، کمیته یا هر نهاد دیگری که میخواهد قانون قبول شود یا برعکس رد شود، مبلغ معین به دستگاه پرزیدنت پرداخت میکند. به وکیلان تنها خبر میدهند که این قانون باید قبول شود یا نشود. سببی حالا قبول شدن این قانون را کارشناسی که ما سوال کردیم در مشکل بودجه میبیند. این کارشناس میگوید حالا بودجه به مشکلی سخت دچار شده است. باید با هر راه درآمدی علاوه‌ای پیدا کرده شود. وقتی وضعیت چنین تنگ می شود، دیگر رشوه وزارت قبول نمی شود. یعنی دیگر وزارت با رشوه دادن بالا را راضی کرده نمی تواند. جو مشکلی خیلی جدی پیش آمده است. چون که اگر این حالت قبول شود، رئیس جمهور و خانواده‌اش راه دیگری برای پر کردن بودجه پیدا باید کنند. مثلا کارخانه های اویلویشان باید انداز سپارند. کارخانه های اویلوی که از انداز آزاد هستند. بنابراین قرار به این شده است که یکی از منبع‌های درآمدی بودجه از حساب جوانان سن خدمت حربی باشد. فهمیدید؟ اکنون نگاه کنید. سالانه بیش از 55,000 نفر جوان به سن خدمت حربی میرسند. اگر چنانه که مقامات میگویند 10% آنها یعنی 5,000 نفر به ارتش جلب میشوند، پس 50,000 نفر دیگر باید برای گرفتن بلیط حربی مبلغ پرداخت کنند. مبلغ. حالا بیشتری والدان برای از خدمت حربی خلاص شدن فرزندانشان از صف ارتش از 500 تا 2,000 دلار رشوه پرداخت میکنند. معلوم نیست حکومت قیمت بلیط حربی را چقدر مقرر میکند. حتی در صورت ببینید 500 دلار معین کردن هم سالانه میدونید چقدر میشود؟ 25 میلیون دلار وارد بودجه میشود. اگر همین 50,000 نفره که به خدمت حربی نمی روند، اگر 500 دلاری پرداخت کنند، 25 میلیون دلار وارد بودجه می شود. همین 25 میلیون دلار را اگر پدر و مادر، والدان که شما به خاطر فرزندتان به خدمت حربی نرفتن 500 دلار مینیموم رشوه میدادید، دونید که 25 میلیون دلار ملت به کارمندان وزارت دفاع پاره میداد. انا همین پاره و رشوه به بودجه دولت وارد می شود. همین را 10 سال پیش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته بود، لیکن قبول نکرده بودند. شاید صرف هم نمی رفتن که اون وقت این مخالفان چی میگویند. یعنی فهم و فراست حکومت امروزی تاجیکستان کمتر رش 10 سال از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عقب است. حالا امروزه پیشنهادهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو شاید بعد از 10 سال دیگر بعد حکومت صرفم رود. ببینید یک حزب پیشرفته بودنش از همین چیز معلوم می شود که یک سر و گردن بالا از حزب حاکم فکر می کند. کارشویم بودن یک حزب سیاسی از همین معلوم می شود. در همین حال حامیان حقوق به این باورند که آزاد شدن از خدمت به عوض مبلغ می تواند به این آورده رساند که تنها جوانان از عائله های کم بضاعت به خدمت جلب شوند. ببینید واقعا
مایه نگرانی است. در پیشنهاد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاکید شده بود که از حساب مبلغ‌های به دست می آمده باید به آنهایی که در ارتش خدمت می کنند ماهانه پرداخت شود تا آنها توانند خانواده‌هایشان را با آن تامین کنند. گفته می شد پرداخت ماهانه خوب می تواند هم رقابت برای خدمت در ارتش را به وجود آورد و به این آورده رساند که جوانان خدمت در ارتش را به مهاجرت ترجیح دهند. در مهاجرت کار میکند در هوای خنک، از پدر و مادر، از خویش و اقربا، از وطن دور. همین مبلغ رو میتواند از 3/2 حصه‌اش رو اگر در خدمت حربی به دست آورد، نمیرود مهاجرت، میرود خدمت حربی. اما در طرحی که دیروز در پارلمان تصویب شد هیچ حرفی درباره پرداخت ماهانه به عسکران وجود ندارد. ظاهراً هدف تنها گرفتن درآمد علاوه‌ای برای بودجه است، نه اصلاحات در ارتش. و شیرعلی میرزا اینجا تنها به حیث نماینده حکومت شرکت کرده است، نه چون وزیر دفاع. میدونید برای چی؟ آخر وزیر دفاع به پارلمان میرود، طرح قانون را ارائه میکند. در همین حالت به وزارت دفاع هیچ فایده نیست، فقط به بودجه کشور. شاید بودجه کشور پر شود، به وزارت دفاع مثلا یک قسم معینی کمترش از این مبلغ جدا شود، ولی این مبلغ به ساحه‌های دیگر تقسیم می شود وقتی که به بودجه رفت. وزیر دفاع گفته نمیتواند که اگر همین پولکی شود، ان همین مبلغ مثلا های زمانوی کردنی سلاح ها خوبتر می شود، زندگی عسکران خوب می شود. در این باره حرف نمی زند. در این باره حرفی نیست. یا اینکه گفتم ممکن است که مثلا گریم خوراک عسکران خوب می شود. در این باره گپ نیست. برای همین می توان با اطمینان گفت که اصلا اینجا حرف اصلاحات در ارتش نیست. حرف اول در اصلاحات قدرت بخشیدن به ارتش، بهتر کردن شرایط خدمت، از بین بردن فساد در این ساحه است. مبلغی که از این راه به دست می آید در صورت استفاده درست می تواند سطح ارتش کشور را به مراتب بالا برد. و این اصلاحات خواهد بود که هیچ ساحه دیگر نظیرش را ندیده است. اگر هدف از این تغییرات در قانون واقعاً اصلاحات می بود، وزیر دفاع هم از همین شروع می کرد، از همین گپ ها شروع می کرد، از همین طلبات ها شروع می کرد و تمام تاکیدش بالای آن می بود. ولی در سخنرانی وزیر دفاع هیچ حرفی درباره اصلاحات در وزارت دفاع نیست. به نظر می رسد حکومت تصمیم گرفته است در این راه نوی کشف کردهش برای پر کردن بودجه به قول گاو را از شاخش بگیرد. من بعد دانشجویان هم که کافدره های نظامی را ختم می کنند باید 12 ماه خدمت کنند تا رتبه افسری گیرند. ظاهراً حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است این گروه بزرگ را نیز از پرداخت بلیط پولی آزاد نکند و از آن هم چیز بستاند. اتفاقاً قسمت بزرگ دانشجویانی را هم که در دانشگاه های کشور تحصیل می کنند، آنهای تشکیل می دهند که تنها به خاطر فرار از ارتش دانشجو شده اند. وگرنه 90% خط کردگان دانشگاه ها از روی اختصاصشون کار پیدا کرده نمی توانند. این اصلاحات به قانون می تواند شمار خواهشمندان تحصیل در دانشگاه ها را نیز کمتر کند. اکنون که در دانشگاه تحصیل کندم خدمت می رفته است، تحصیل نکندم خدمت می رفته است، اگر خدمت نرود باید مبلغ پرداخت کند بوده است. کسایی که خواندن نمی خواهند، دانشگاه رفتن نمی خواهند، نمی روند. تمام کنون. مثل گاوی جوشا
حکومت جوانان را جوشیده میخورد. انکنون امروز حکومت ثابت کرد که از این جوانان، از جوانان تاجیکستان، نه دانششان ضرور است، نه علمشان ضرور است، نه فرهنگشان، یگان چیزشان ضرور است. پول ته تمام تو. پول ته خلاص. حالا میخوام اینجا به یک مسئله دیگر اشاره کنم. این قانون به تصویب نرسیده. قانون دیروز قبول شد. سرکشی از خدمت آلترناتیوی در کودکس جنایتی در این باره حکم مقرر کرده است. شاید کی چند سال شد؟ 12-13 سال شده ایستاده است با کودکس جنایتی در این باره تغییرات وارد شدن. در یادم نیست، ببخشید. در قسم های دوم و سوم ماده 343 کودکس جنایتی آمده است که برای سرکشی از خدمت جایگزین از جانب شخصانی از خدمت حربی آزاد شده، مهنت حتمی به مهلت از 180 تا 240 ساعت یا جریمه به اندازه از 300 تا 800 نشان دهنده حسابی جزا پیش بینی می شود. حالا قانون قبول نشده است در باره خدمت آلترناتیوی، علاکه اینها 12-13 سال پیش جزا معین کرده‌اند. برای سرکشی از دعوت به خدمت حربی یا خدمت آلترناتیوی با راه آسیب رسانیدن به خود، قلبکی ساختن حجت ها یا دیگر فریب ها، محروم ساختن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال جزا پیش بینی شده است. چنین خدمت این در حالی است که در کشور تا به دیروز وجود نداشت. دیده ایستادید؟ حالا این در حالی است که قانون درباره خدمت آلترناتیوی حالا اکنون قبول شد، دیروز قبول شد. تماشابینان گرامی، به هر حال به اجرا در آمدن این قانون میتواند سطح فساد و ابله‌ها را در ارتش پایان برد. ما هم از همین چیز خیلی طرفداری میکنیم و خیلی خوب است. با گمان غالب من بعد کارمندان کمیسریت های حربی روی خط آنهایی که پول بلیت حربی را پرداخت نکردند در دست گرفته ابله‌ها را در خانه های و اطرافشان انجام خواهند داد. در کجا؟ البته در خانه های کم بغلان، چون که این قانون هرچند خوب است با کمبودی های جدی به تصویب رسیده است. در آن تقدیر آنهایی که پول پرداخت کرده نمیتوانند مطرح نشده است. اینجا پایانی برنامه امروزه ماست. تماشابینان گرامی، برنامه‌های دیگر ما را در شبکه یوتیوبی پیام تیوی پیگیری کنید. حتما خواهش میکنیم به کانال یوتیوبی ما ابونه شوید. دیگر برنامه‌های ما را در کانال تلگرامی ما پیگیری کنید و با ما باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه